خب سلام عرض میکنم خدمت طرفداران لبنیات سالم. محصول جدیدی میخوام معرفی کنیم خدمت شما. یه محصول بسیار با ارزش، مقوی و خوشمزه. این نوع محصول با تخم مرغ درست میشه. به ازای هر 10 کیلو شیر نیاز به 25 عدد تخم مرغ داریم. 200 گرم کره دوغی نیاز داریم. 6 کیلو ماست نیاز داریم و چند قاشق هم نمک بهش اضافه کنیم و هم وقتی مخلوط کردیم میذاریم روی اجاق. البته حرارت غیر مستقیم باید باشه. توی دیگ آب میریزیم. این شیر مخلوط شدن داخل دیگ میریزیم. دیگ داخل اون دیگ رو آب ریختیم میذاریم که با حرارت غیر مستقیم تا پنیر ما آماده بشه. این نوع پنیر نیاز به 40 تا 50 دقیقه وقت نیاز داره، بستگی به شیر داره. بعد از اینکه پنیرش آماده